از کارهای مهمی که امام زمان علیه السلام انجام میدهند این هست که تمامی زمین رو سر و سامان میبخشند، زیرا مصلح واقعی بشریت اوست. سید الشهدا علیه السلام فرمودن یدین له الارض البلاد و طولها. تمام زمین ها، روستاها، دهکوره ها، شهرها و کشورها و بلاد زیر نظر مدیریت الهی امام زمان قرار می گیرد، تا جایی که فرمود حتی لا ینبغی کافر الا آمنه. کافری بر زمین باقی نمی ماند مگر این که به او ایمان می آورد. ولا طالح الا صلح. گنهکار و پلیدی نمی ماند مگر این که به تربیت امام زمان جزو نیکان و صالحین روزگار می گردد. باور کنیم که تنها راه نجات ما در ظهور و تشریف فرمایی این آقاست.